غم فرزند. با گذشت زیاده از 20 سال هنوز هم داغ فرزند از دل فضیله یوسفова تازه نشده است. هنوز هم برای پسرش می‌سوزد. این زن زمان جنگ شهروندی فرزند 20 ساله‌اش را گم کرد. به نقل او پسرش را از خانه بردند و دیگر برنگشت. به دادم هیچ که نرسید. ای جوگه که خوب بچه ما بردم. بچه ما 1 سال و 6 ماه خدمت عسکری کرد. در همون جنگ اخیران در طویل دره زدن شما. مادری در فراق فرزند 1.5 سال بعد قبر فرزندش را از ناحیه سنگوار طویل دره سابق پیدا کرد. هرچند 6 فرزند دارد ولی از درد فراق پسر جوان بیمار و افسرده شد. ای بچه جان لولوی دایرو شوی چی ماننده که ماهی نو پیدا شوی چی ماننده که ماهی نو. فضیله یوسفova تنها نیست و در تاجیکستان صدها هم تقدیر دارد. بچه خوب بود. می 16 سالگیش بگیم که می جنگو به درکشی. اما رفتگی نه 10 سال شدی. حتی خبرش نیست. حالا او و 10 مادری دیگر که فرزندانشان بنشان شدند با مساعدت کمیته بین المللی صلیب سرخ جمع می آیند و به هم درد دل می کنند. لایحه کمک روانی به نزدیکان بنشان شدگان را جمعیت هلال احمر تاجیکستان و سازمان گلرخسار در ولایت سوغد عملی می کنند. این برنامه یعنی که برقرار ساختن رابطه‌های اولیوی اون شخصانی که در وقتی نزاع‌های مسلحانه، در وقتی آفت‌های طبیعی، در وقتی مهاجرت رابطه با اعضایان اولیه خود را مثلا گم می‌نمایند، این برنامه فعالیت خود را شروع می‌نماید. درباره فرزنداشون، درباره شوهرشون، درباره قینیاشون گم شدگی در جنگ، یعنی بچه‌هاشون گم شدگی در جنگ، همین میشینیم همین هر کس علم خودش میگه و میخسته میامدیم. یعنی میشتم خیلی می که که میگم نه نمیگفتم بچه میخست میرفتم با یک از دو کس میدیدم با خیلی کمتر غبار دلم میبرامد. شماره مادران علمدار امسال در تاجیکستان زیادتر شده است. فقط در 5 ماه 196 خانواده دیگر را ثبت کردند که یکی از عزیزانشان را گم کردند. می باشند که بیشتری آنها وابستگی دارند به مهاجرت مهنتی. بعضی ها می شود که مناقشه های اولیوی می شوند، آنها قهر کرده می برایم برای همین سراغ خود رو نمیدهند. بعضی های می شود که در محبس خانه ها می غلطند، بعضی های می شود که آنها زنده هستند، در قید حیات هستند لیکن نمی خواهند که از چه سبب ها باشند که نمی خواهند که ادرس آنها را مثلا به والدینشان مثلا وی کنند. داستان‌های این زنان که یکی از عزیزانشان را گم کردند گوناگون است. به این جامعه آیند تا اندک باشد تسکین یابند. یکی را غم فرزند و دیگری را شوهر گم شده به اینجا آورده است. احیانا ناپدید شدگان را می‌یابند و کمک می‌کنند که حداقل خبر از او را به نزدیکانش برسانند. شهروند جمهوری افغانستان در محبس تاجیکستان باشد، ما رفته با یا مثال مخصوص همون بلانکو رو میدیم و یا مکتوبی سلامتی مینویسند، در آنجا فقط اخبارات اولیوی، اخبارات سیاسی داده نمیشد. ما این مکتوب ها رو با واسطه صلیب سرخ تاجیکستان مثال با افغانستان روی میکنیم، با فدراسیون روسیه روی میکنیم. البته این ورقهای صلیب سرخ در اون وقت داده میشود که اون شخصان رو مثال ما از محبس ها پیدا میکنیم. خاله فضیله از فرزندش دیگر امید ندارد. دیگران برعکس چشم براهند که روز عزیزانشان پیدا می شوند. یگانه چیزی که درد فراق آنها را اندک تسکین می دهد ماه 1 یا 2 دفعه جمع آمدن در اینجا و قصه کردن از غم و اندوه است که آنها را افگار کرده است. فضیله یوسفova منتظر محفل نوبتی است. محفلی که به نام و نشان شدگان و غم و اندوه آنها سبب تشکیل آن شده است. نیکی شوهر من نابود شد بچه‌م. دخم بچه